به نام خداوند بخش شاینده و مهربان. سلام و وقت بخیر به تمام شما دوستانی که بیننده برنامه نو هستین. آرزو میکنم صحتمند باشین هر کجایی که هستین. دوستان عزیز، باز هم برنامه نو است در خدمت شما هستم و آرزو میکنم شما هم تا دقایق اخیر برنامه با ما همراه باشین و برنامه خود همراهی بکنین. دوستان عزیز، و طبق معمول باز هم در این برنامه فناوری جدیدی که وارد بازار شده در دنیای تکنولوژی و شما به معرفی خود گرفتیم و گیم های جدید همچنان به شما به معرفی میگیریم و همچنان دوستان عزیز از شما هم دعوت میکنم که حتما بیننده باشین تا باشه معلومات شما هم بیشتر شود. و در نخست آنچه که در این برنامه گنجانده شده کوتاه شده با هم میبینیم و در ادامه با شما هستیم. دانیل اشتراب مخترع آلمانی آن میگوید نقطه قوت آن آزادی عمل است. تصاویر تهیه شده توسط پهپاد اطلاعات مفیدی را از زمین زراعتی به دست می دهد. For many people, these دوستان عزیز، به ادامه برنامه خوش آمدین و آنچه که در این برنامه گنجانده شده بود با هم دیدیم و بخش اول برنامه را شروع میکنیم، بخش فناوری های روز. و در این بخش هم دوستان عزیز به شما یک سیلندر رو معرفی میگیرم که شما هم با نامش آشنایی دارین و حتما دیدین بار و وسیله نقلیه متعارف است که این بار خواستن کم نوآوری بکنن و کم تغییرات درش برن که میتونن که از این سیلندر به حیث خانه هم استفاده بکنن و همچنان میتونن که مثل قایق هم از استفاده بکنن داخل دریا و داخل بحر میشه دوستان عزیز استفاده بکنن. و همچنان سیلندر هم خیلی جالب است که شما در بسیط تصویری خود دیدین و همچنان امروزه فناوری هم یک بخش جدا نشدنی از زندگی ما شده که ما خیلی هم به اون نیاز داریم و از فناوری ها و از تکنولوژی هم استفاده میکنیم. و این بار دوستان عزیز قسمی که در چند برنامه قبل با شما یک کامرا را معرفی کرده بودم که شبیه پرنده بود و این بار هم از او کامراها ساختن و این مخصوص میباشه به کشاورزی که این کامرا زمینای کشاورزی را فیلم برداری میکنه و به شما نشان میده که کدام قسمت زمین کدام قسمتش به حساب موش خورده یا خراب شده، اون قسمتی که شما کشت کردین و شما باید او را ببینین و دوباره چی بکنین، برین اونجا و او را جلوگیری بکنین از خطراتی که باعث از بین رفتن چیزایی که شما کشت کردین شده. و خب من هم پرحرفی نمی کنم، معلومات با هم میبینیم در گزارش، در ادامه با شما هستیم. سیلندر وسیله نقلیه نامتعارف ترکیبی است که هم کاروان است و هم قایق. 4 متر طول و 168 سانتی متر عرض دارد با موتوری برقی و کوچک که قادر است با سرعتی برابر با 9 کیلومتر در ساعت بر روی رودخانه یا دریاچه ساعات خوشی را برای شما فراهم سازد. دانیل اشتراب مخترع آلمانی آن میگوید نقطه قوت آن آزادی عمل است، یعنی به شما امکان میدهد هر کجا که مایلید با آن سفر کنید و یا به آب بیندازیدش. دانیل اشتراب اختراع خود را سیلندر نامیده است، قایق کاروانی که با یک آشپزخانه کوچک و یک تخت خواب برای دست کم 2 سرنشین جا دارد و اگر آب و هوا همراهی کند سقف آن را نیز میتوان به راحتی باز کرد. او میگوید رویایی بود که حقیقت یافت، هرچند هنوز بسیاری با دیدن آن متعجب میشوند و از خود میپرسند این آدم‌ها با این چیز عجیب وسط آب چیکار میکنند. این قایق کاروان هرچند بسیار زیبا و دلربا نیست، آسان هدایت میشود و بسیار سبک است و به راحتی میتوان آن را حمل و به خودرو متصل کرد.
ولی قیمت معمولی ترین مدل آن 15,000 یورو است که شاید نقطه ضعف بزرگ آن هم باشد. امروزه فناوری به بخش جدا نشدنی کشاورزی تبدیل شده است. استفاده از کامپیوتر، تکنولوژی کنترل، GPS، شبکه اطلاعات، نرم افزارهای تحلیلی و همینطور پهپادها پیش از پیش رو به گسترش است. پهپادهای مجهز به کامراهای دیجیتالی، قابل کنترل با تلفن همراه، پرواز با هدف آنالیز خاک. تصاویر تهیه شده توسط پهپاد اطلاعات مفیدی را از زمین زراعتی به دست می دهد. از هوا او می تواند چیزهایی را ببیند که از زاویه دید زمینی همیشه مخفی می ماند. این کشاورز می گوید اینجا می توانم لکه های روشن را در تصویر ببینم. نقطه هایی که توسط موشها آلوده شده‌اند، اگر بدانید موشها دقیقاً در کدام مناطق فعالند، می توانید مشکل را برطرف کنید. این لکه های زرد نشان می دهد که شپش ها کجا را آلوده کردند. در پاییز برای از بین بردن شپش ها کاری نمی کنیم، برای همین هم هست که این خسارات به بار آمده. اما در باقی زمین ها می توانیم با استفاده از حشره‌کش جلوی این آسیب ها را بگیریم. چیزی دیگری که مثلا می شود فهمید این که در کدام قسمت میزان رطوبت بالاست که می تواند در نحو آبدهی مفید باشد. تصاویر هوایی تهیه شده در اینجا آسیب دیدن محصولات را در اثر باد و باران نشان می دهد که برداشت را دشوار یا غیر ممکن می کند. بنابراین همانطور که می بینید پهپادها می توانند به عنوان ابزار ارزشمند در خدمت کشاورزی هم باشند. ادامه برنامه از دوستان عزیز دوباره خوش آمدین و بخش دوم برنامه هست بخش اخبار تکنولوژی و در این بخش هم معلومات جالب آماده کردیم که تقدیمتان میکنیم. و دوستان عزیز ما شما تا به حال فناوری های زیاده دیدیم و همچنان در مورد فناوری های زیاد معلومات هم داریم و تا به حال تلفن های هوشمند بوده که وارد بازار شده از این قبیل. و این بار دوستان عزیز خواستن که خانه را بسازن که حاوی تکنولوژی است، یک خانه هوشمند ساختن دوستان عزیز که این خانه در شهر مالمو در سوئد موقعیت داره و آنچه که خواسته باشین از فناوری و از تکنولوژی در این خانه موجود است که در سقف خانه هم یک قسم سولارها جابجا شده، سولارهای آفتابی و همچنان توربین های بادی و آفتابی هم جابجا شده که میتونن استفاده بکنن و این خانه حاوی تکنولوژی و فناوری است که خیلی هم جالب است. در بسیط تصویری خواهد دیدید و همچنان در برنامه نو بار به شما ربات های را معرفی کردیم که مختلف بوده. در یک برنامه هم بود که ربات ها با هم ازدواج کردن، ربات های بود که آموزگار بود و همچنان ربات های کوچک بود که به شما معرفی گرفتیم و ربات هایی که مانند پرنده بود و انواع و اقسام ربات ها بود.
و این بار یک ربات متفاوت از ربات ها را به شما معرفی میکنیم و تفاوتش هم این است که دوست عزیز ربات های دیگه که به شما معرفی کردیم تنها میتونن در روی زمین به راحتی راه بروند یا کارهایی که انجام میدادن هم مشخص بود، اما این ربات میتونن جدای برای اینکه که در روی زمین راه بره میتونن که در بغل دیوار هم خیلی به راحتی راه بره که خیلی هم جالب است و امیر رفتنش در بغل دیوار هم این متفاوت ساخته از دیگر ربات ها که در بسیط تصویر با هم می‌بینیم. یک آزمایش در مورد فناوری‌های نوین در خانه‌های هوشمند در شهر مالمو در سوئد در حال انجام است. ساختمانی مسکونی به نام هالبارهتن در این شهر ساخته شده و فناوری‌های متعددی در آن به کار گرفته شده است. این فناوری‌ها با محیط زیست سازگار هستند و روش‌های نوینی برای کاهش مصرف انرژی در این ساختمان به کار گرفته شده است. بر روی سقف این ساختمان یک توربین بادی، صفحات خورشیدی و ایستگاه‌هایی برای شارژ موتورهای الکتریکی و گازی نصب شده است. صفحات خورشیدی الکتریسیته تولید می‌کنند و دست به پخش گرما می‌زنند. وسایل درون خانه مانند ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی نیز به پخش گرما می‌پردازند و به این ترتیب هزینه انرژی کاهش می‌یابد. پدر برن و خانواده‌اش از ساکنان جدید این ساختمان هستند. او به همراه هانا همسرش، هدویگ دخترشان و تورولوس پسرشان در این ساختمان زندگی می کنند. ساختمان هالبارهتن تحقیق در مورد زندگی پایدار را یک گام به پیش برده است و با شرایط یک محله سازگاری دارد. محله وست هاربور در میانه دهه 1990 در زمینی که پیش از آن خرابه‌های صنعتی بود ساخته شد. دست مقامات شهری برای ساخت یکی از اولین محله‌های پایدار در اروپا باز بوده است. با اینکه این مدل ربات‌ها مانند پهپادها متداول نیستند، اما تعداد ربات‌هایی که برای بالا رفتن از دیوار طراحی می‌شوند هر روز در حال افزایش است. آنچه که ورتیگو را متفاوت می‌سازد این است که می‌تواند نه تنها بر روی زمین حرکت کند بلکه روی دیوار نیز بالا می‌رود. این ربات فوق‌العاده می‌تواند به راحتی در سطوح‌های مختلف حرکت نموده و حتی دیوارهای بلند نیز نمی‌توانند مانعی برای ورتیگو باشند. این ربات توسط همکاری مشترک تحقیقات دیزاینی زوریخ و اینستیتوت تحقیقاتی ETH زوریخ ساخته شده است. در این ربات از پوشش سبک فیبر کربن استفاده شده. 2 ملخ کج هواپیما و 4 چرخ که با پرینتر سه‌بعدی تولید شده اند نیز بر روی بدن سوار شده اند تا ربات بتواند حرکت کند. در حالت زمینی ملخ‌ها به حالت افقی قرار می‌گیرند و زاویه‌ای تشکیل می‌دهند که ربات بتواند در هر سطحی حرکت کند و وقتی به سمت دیوار نزدیک شد ملخ‌ها به حالت عمودی بیرون می‌آیند تا با دفع هوا حالت چسبندگی ایجاد کرده و ربات بتواند به راحتی با کمک چرخ‌ها از دیوار بالا برود. پس از قرار گرفتن ورتیگو به صورت عمودی بر روی دیوار، این ربات با حرکت چرخ‌ها به سمت بالا خواهد رفت
و ملخ‌ها باعث می‌گردند تا بر زمین نیفتد. به ادامه برنامه خوش آمدین دوستای عزیز و بخشی از برنامه بود که با هم اینجا تماشا کردیم. بخش سوم برنامه هست دوستای عزیز و در این بخش هم معلومات آماده کردیم تقدیمتون میکنیم و یک بخش ما هم گیم است دوستای نازنین. و دوستای عزیز در سال جدید میلادی هر کمپانی و هر شرکت میخواد که به صورت مختلف یا جداگانه و نوآوری بکنن و سال نو به دوستای خود و به مو علاقه‌مندای مو کمپانی یا شرکت خود تبریکی بگن. و این بار یک کمپانی موتورسازی خاص که سال نو متفاوت از دیگر سالها به همه تبریکی بگه که با تزیین نمودن موتورشون و با مدل جدید موتورشون که وارد بازار شده بود سال نو به همه تبریکی گفتن دوستای. سال نو 2016 میلادی را. و همچنان در این بخش برنامه هم گیم به شما به معرفی میگیریم. بخش گیم هست و یک گیم در این برنامه به شما به معرفی گرفته میشه چون تقاضا کردن که گیم ها زیاد هست و بنابراین ما خواستیم در این برنامه یک گیم به شما به معرفی بدیم که گیم هم خیلی گیم جدید هست و خیلی گیم خوبی هم هست که شما میتونید که از این بازی بکنید که به نام مهاجم مقبره هست و یا که ریس آف د تامب. البته این گیم هم از گرافیک خیلی بالا برخوردار است و خیلی گیم جالب است که شما را دعوت میکنم به دیدن این گیم و در گزارش ببینید و این گیم حتما یک بار بازی بکنید و مطمئن هستم که خوشتان میاد. و در بسیط تصویری با هم میبینیم. در ادامه با شما هستیم. هر سال قبل از سال نو میلادی کمپانی های بزرگ سال نو را به سبک خودشان تبریک می گویند. شاید بعضی از ویدیوها جالب و بعضی خلاقانه باشد. اما تسلا ویدیویی ساخته که در عین جذابیت بسیار خلاقانه نیز هست. تسلا موتورز یک کمپانی بزرگ در زمینه ساخت اتومبیل های برقی است که توانسته در این زمینه به موفقیت های بسیاری نیز برسد. این کمپانی به تازگی ویدیویی از مدل جدید موتور خود را به نام X-Safe ساخته که در آن سال نو میلادی را به سبک خود تبریک گفته است. Open your eyes. I think we're making progress in these sessions. You say the flashbacks have stopped. This is excellent improvement. But I'm concerned that you're still shutting yourself away at home. It's important to gradually take steps into the outside world. Rise of the Tomb Raider. بعد 2 ماه نمیرسد که نسخه جدیدی از سری بازی مهاجم مقبره به نام ریس آف د تامب ریدر برای کنسول های مایکروسافت عرضه شده. I'd like to know you're taking care of yourself. For many people, these traumas become a mental trap. They get stuck like a ship frozen in ice. حالا خبر به دستمان رسیده مبنی بر این که قرار است به زودی این بازی زیبا برای کامپیوترهای شخصی نیز عرضه شود. بازی خروش مهاجم مقبره یکی از بازی‌هایی است که مایکروسافت طبق توافقی که با سازنده داشته توانسته این بازی را به صورت موقت
به انحصار کنسول های ایکس باکس 360 و ایکس باکس ون درآورد. هرچند دارندگان کنسول های PS4 و PS3 برای انجام این بازی جدید صبر کنند، اما با توجه به لیستی که ترتیب شده، بازی خروش مهاجم مقبره قرار است که ماه آینده برای کامپیوترهای شخصی نیز عرضه گردد. همانطور که یادآوری شد، لیست تهیه شده که بازی را برای عرضه در اواخر جنوری 2016 قرار داده است و به همراه یک توضیح کامل از بازی و نقدهای مثبت که داشته کاربران را سورپرایز کرد. جالب است بدانید که تنها 7 هفته از عرضه بازی های ایکس باکس 360 و ایکس ون گذشته و قرار است برای کامپیوترهای شخصی نیز عرضه شود. البته هنوز ابتدای راه است و به احتمال زیاد در هفته آینده سیستم مورد نیاز و سیستم پیشنهادی برای اجرای بازی نیز معرفی خواهند شد. I'd like to know you're taking care of yourself. For many people, these traumas become a mental trap. They get stuck like a ship frozen in ice. But there's another type of person. Do you know what happens to them? Miss Croft. We become who we're meant to be. لحظات آخر برنامه از دوستان عزیز و ناگزیر هستیم که با شما خداحافظی بکنیم. آنچه که در این برنامه نوآوری هایی که بود به شما معرفی گرفتیم و شما هم میتونین که به پیج ما سر بزنین و جهت انتقاد پیشنهاد دارین به ما بگین و پیج ما هست now.arzu.tv و همچنان تا برنامه بعد و تا معلومات بعد همه شما را به خدا نکتا به همدان اسپارم. همه شاد و موفق باشین، با بقیه برنامه های آرزو باشین و تا برنامه بعد خدا نگهدار.